تغییر چیزی عجیب و باور نکردنی عالیه انصاری و تقلید وی از آریانا سعید. عالیه انصاری چهره‌اش را مانند آریانا سعید ساخت و رسوایی جالب عالیه انصاری در کنسرت جدیدش. عالیه انصاری چرا خواسته مانند آریانا سعید شود؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. عالیه انصاری هنرمند جوان، یکی از چهره‌های مشهور و شناخته شده در میان هنرمندان کشور بوده است. وی به این تازگی‌ها شهرت و محبوبیت خوب کسب کرده است. عالیه انصاری 10 سال قبل با کارهای هنر آوازخوانی‌اش آغاز کرد و در مدت خیلی کوتاه شهرت و محبوبیت خوب هم کسب کرد. عالیه انصاری برنامه‌های اورانیش را بعد از آنکه از شوهر اولش جدا شد به طور مسلکی به پیش برد. هرچند در یک خانواده هنرمند دیده به جهان گشوده است، تمامی اعضای خانواده عالیه انصاری هنرمند هستند. این دختر خانم آهنگ‌های دوگانه‌اش با حسام فرزان مورد حمایت گسترده قرار گرفت و عالیه انصاری جدیداً با جاوید شریف کنسرت‌های در سرتاسر امریکا برگزار کرد. در این کنسرت‌ها عالیه انصاری با چهره کاملا جدیدش ظاهر شده است و می‌خواهد مانند آریانا سعید چهره‌اش را تغییر بدهد. تاکنون چندین جراحی صورت انجام داده است که مورد نقد شدید دوستداران و طرفدارانش قرار گرفته است. چهره‌اش کاملا تغییر کرده است و در تازه‌ترین کنسرتش در شهر کالیفرنیای امریکا به زمین می‌افتد که بار انتقادات را در صفحات مجازی به همراه داشت. ولی ما آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند با جمعی هنرمندان دیگر کشور از پادگاه عزت لایزال تمنا داریم. در انتظار نشر تازه‌ترین برنامه‌ها از این هنرمندان کشور خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و طرفداران عالیه انصاری به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.